السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى أيضا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ثنا و ستایش به خالق یکتا مالکی ارض سما، درود و سلام به سردار دو عالم امام الانبیا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. خدمت احترام دارم به شما سرورانی که همواره بیننده برنامه پاسخ نور هستید و این برنامه ها را دنبال میکنید و با ما همراهی میکنید. جهان سپاس از تک تک شما و همچنان از همکاران عزیزمان در بخش تکنیک تلویزیونی نور، جوانانی که همواره برای پخش و نشر برنامه های دینی وقتی خود صرف میکنن و از این دریچه و از این آدرس نیازهای او تعداد از هموطنان عزیزی ما و سروران و شنوندگانی که با ما هستند برآورده می شود. عنوان برنامه امروز پاسخ نور، فضیلت جهاد در اسلام. سروران عزیز، در این شکی نیست که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم زمانی که یک جامعه تنگ و تاریک و جامعه که نظام اجتماعی که قبل از رسالت و قبل از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یک نظامی پر از بربریت و ظلم و استبداد و تاریکی و لادینیت حاکم بود در عرب، یک زندگی قبیلوی و یک زندگی عنعنوی در اونجا حاکمیت میکرد. سردار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چراغ رسالتشان می درخشد و امتها و ملتها را به زیر سایه توحید و به زیر سایه بیرق اسلام به طرف شریعت و دین دعوت را آغاز می کند. مدتی را در مکه مکرمه همان شکلی که اونها خودشان لازم دیدن دعوت کردن، بستر دعوت را هموار کردن، فرزندان اون زمان را با دین و با شریعت قلبهایشان را رام ساختن و محبت و شوق و علاقه پروردگار را در قلب آنها جایگزین ساختن. بستری را هموار کرد برای دعوت و برای علنی ساختن اسلام. پس همین بود که الله ذوالجلال امر را به پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور میدهد و کلمه و یک بخشی را در دین مبین اسلام، در سیرت و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم ما و شما به نام جهاد میشنویم. جهاد در مقابل کی؟ جهاد به امری کی؟ جهاد در کدام حالات و در کدام اوقات و بالای چی کسانی فرض هست؟ فضیلت جهاد چی هست؟ انشاءالله برنامه امروزی پاسخ نور در این مورد با شما سروران هستم و معلوماتی را
خدمتتان شریک می سازم انشاءالله. این را بدانین عزیزان من که عزت و سربلندی و موفقیت و سعادت امت اسلامی با معذرت از اون زمانی بعثت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا امروز و تا قیام قیامت در حاکمیت و در زنده بودن جهاد و در موجودیت مجاهدین است. سرافرازی و سربلندی را که ملتها آزادی را که به نام اسلام و به نام مسلمان از آن خود کردن، این همه از برکت خون شهدا و غازیان و رهروان راستین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. شما میدانید که زمانی که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم دعوت به سوی واقعیت گرایی و دین و توحید و خداپرستی را آغاز می کند، مشرکین در دار الندوه جمع می شوند، پیلانهای شوم و پیلانهای نادرست را در حق امام الانبیاء اتخاذ می کنند. پس همین است که پروردگار دستور هجرت را برش می دهد و زمانی که هجرت می کند همراه با اون یاری غارش صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و به مدینه طیبه و به مدینه منوره تشریف می آورد. اینجا اولین گام و اولین کاری را که آغاز می کند هموار ساختن و مجهز ساختن و مهیا نمودن یک سنگر جهادی برای اون رزمندگانی که تاریخ اسلام نام آنها را به عزت و به سربلندی و به شهامت یاد می کند. از اون غازیان بدر یاد می کند، از غازیان احد یاد می کند، از مجاهدین و شهدای احزاب یاد می کند که از همین بستر مسجد نبوی، این مسجدی که شما در گذشته ها هم می شنیدین و فهمیده بودین که بودن کسانی که شعارشان این بود که مسجد و اهل مسجد را به سیاست چی، اما بیخبر از این که صاحب مسجد او کسی که او شخصیتی که توسط دست مبارک او مسجد نبوی بنیانگذاری می شود، تهداب گذاری می شود، ساخته می شود، اون سنگر اساسی جهاد و مبارزه و حرکت و فعالیتی که مجاهد پروری را از اون مسجد آغاز می کند، امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام را و سیاست شرعی خود را در همه اطراف و اکناف عالم از اون آدرس پیاده ساخت و تبلیغ و او را به مردم رساند، تبلیغ کرد. عزیزان من، پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم از همین مسجد نبوی مجاهدین را تربیت می کند، آماده می سازد و مجاهدین، او مجاهدینی که هدفشان به دست آوردن قدرت نبود، هدفشان ثروت نبود، هدفشان مال و متاع دنیا نبود، هدفشان شهرت و خودنمایی نبود، بلکه اون مجاهدین سربکف هدفشان تبلیغ اسلام، عزتمندانه زندگی کردن اسلام و مسلمان ها بود. به همین خاطر الله اونها را پیروز ساخت. نمونه از او را در جنگ بدر شما میتونین مشاهده بکنین که زمانی که 313 نفر با دست خالی در مقابل 1000 لشکری تا به دندان مسلح کفار مبارزه را آغاز میکنن، فعالیت آغاز میکنن، رب ذوالجلال پیروزشان میسازد، اونها کامیاب میشوند، به اهداف خود نائل میآیند و پیام فتح و پیام پیروزی و پیام موفقیت اسلام و مجاهد و مسلمان تا قیام قیامت در تاریخ اسلام زنده نگاه کردند. مجاهدینی
مبارزی که امروز در فلسطین در مقابل این یهودی مکار مبارزه میکنن، ما سلام میتونم، ما درود میفرستم به غیرت اون مجاهدینی که در مقابل همه توپ و تانگی این یهودی خبیث و این لعنتی ها که امریکای لعین در رأسشان قرار دارد مهمات و همه امکانات این خبیث های یهود را به حساب تمویل میکند، اینها را تجهیز میکند، اما او مجاهدین با همون اسلحه ناچیزی دست داشته خود شما ببینید که پیروز هستن. الحمدلله این پیروزی هست. شهادت را کس ناکامی نه عنوان نباید بکند. مبارزه و ایستادگی را در مقابل طاغوت زمان نباید شکست حساب کرد. و همچنان اگر هدفتان این باشد که والله خاک و خانه و کاشانه مردم فلسطین این داعیه‌داران کذاب حقوق بشر که در تاریخ بشریت به این داعیه‌داران نفرین میفرستد، ان شاء الله شما میبینین که طفل و زن و پیر و حتی آنچه که در اون منطقه است همه را به زمین هموار کردن. این زنگ بیداری هست به تو امت اسلامی، به تو سردمدار اسلام، به تو پادشاه اسلام، به تو صاحب منصب اسلام و مسلمان ده عرب هستی یا عجم هستی، یادت باشد که چراغ سبز یهود، چراغ دوستی یهود، آخر اگر به گفتارش نکردی، در مقابلش اعلان جهاد نکردی، در مقابلش مبارزه نکردی، اگر به امر قرآن عمل نکردی که وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، باز این گونه در فرق سری زن و مرد مسلمان اینها به توپ و تانگ دست داشته خود به امر و به همکاری اون امریکای لعین اینها فعال هستند و حرکت میکنن و بمباردمان میکنن. بناهن جوان مسلمان، خواهر مسلمان، مادر مسلمان، ما مادری کار داریم که فرزندی مجاهد تربیت بکند. ما مادری کار داریم که مثل مادران فلسطین اعضای خانواده را از دست میدهد. پیام مظلومانه اون سیاسر و اون زن و اون مادر فلسطینی در تاریخ بشریت باید از ذهن تو زن و مرد و پیر و جوان مسلمان فراموش شدنی نباشد که فریاد میکند که زوجی شهید، امی شهیده، ابنائی شهدا، بنات شهدا، همه اهل عیال فرزند و بچه و دختر و برادر و شوهر و هر چی که دارم شهید شدن و میگه الحمدلله ما خوش هستم به این پیروزی. او مادر افغانی در هر کجایی که هستی این گونه فرزند تربیه بکن، این گونه مادر زنده باش، مجاهد پرورش بده. عزت و عفت خانواده مسلمان، عزت و عفت و آبروی مسلمان ها، سالم ماندنش، مسئولیتش، محفوظیتش در داشتن فرزندان مجاهد است و در داشتن و عمل کردن و زیستن و تربیه کردن نسل نو. در هر کجایی که هستین باید به فکر اسلام و به فکر مجاهدگونه باید تربیتشان بکنید. الله ذوالجلال می فرماید وقاتلوهم، به این یهودی های خبیث، به این لادین ها شما بجنگین، بکشید اینها را، حتی لا تکون فتنه، تا اینکه در روی زمین فتنه باقی نماند. اینها مفتین هستند. اصل فتنگر در جهان بشریت، خصوصا در دنیای اسلام، اولین مفتین و فتنگر، اولین کسی که همه فتنه ها را دامن میزند یهودی ها هستند. خود یهود اونجا نشسته
نماینده های سیاسی یهودیت ممالک اسلامی را تباه و برباد میکنند به نام دموکراسی، به نام حقوق بشر، به نام چی و چینان. اینجا شما ببینید در همین کشور مظلوم و بیچاره خودمان شما مشاهده بکنید که اهل یک مملکت را به هزاران نام اینها می جنگانند. مسلمان چگونه تو فراموش میکنی تاریخ اسلام، چگونه فراموش میکنی فرمان قرآن، چگونه فراموش میکنی عزتمندی و سعادتمندیت را که کتابی را که الله به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده است اون کتاب یهود دشمن عنوان میکند، اما ما و تو با او فریاد برادری میدهیم. ما به فکر اخوت و محبت با یهودی لعین زندگی میکنیم. نه خیر، یهود زمانی کلش خم است و از تو مسلمان میشنوه، تابعداری تو میباشد که تو غلبه جهاد داشته باشی، تو مجاهد داشته باشی، مثل مجاهدین گذشته افغانستان که از اون سابق تا امروز دست حرق سرشان زدن و نابودشان کردن، مثل مجاهدین دلیر و اون شیرمردانی فلسطینی که دست فرق سرشان میزند. از راپورهای جنگ فلسطین خواندم، میگه سربازانی که از مرکز جنگ برمیگردن اکثریتی از یا در خواب خود احساس دیوانگی میکنن، اینها سخنهای بیهوده میاندازن، اصلا آرامش روحی ندارن. اما او مجاهد به همون دست خالی با او شکم بگریست، نه که راههای اکمالاتی مهمات و غذا و همه چیز این خبیثه ها در تاریخ بشریت بند کردن. اطفال فلسطین از گرسنگی فریاد میزنند، زنهای فلسطین و مادران فلسطین فریاد میزنند و اون مجاهدین به اونمو دستی خالی در مقابل در فرقی از یا میکوبند. این گونه فکره باید داشته باشی. یهود تو را برادر نمیگیره، یهود هیچگاه برادری من و تو شده نمیتونه. الله در قرآن به صراحت می فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ما در گذشته ها هم گفتیم، در خطبه های جمعه هم گفتیم، در همین رسانه ها هم گفتیم، هر ملتی که حاکمیت و سرنوشت خود را به اشاره و به دست یهودیت بده، الله او را ذلیل میکنه، چپش میکنه، نابودش میسازه. یگانه راهی که از حیله و مکر و نیرنگ یهودیت سالم مانده باشیم ما مسلمان ها همین است که در مقابل اهداف اینها باید جهاد کرد، در مقابل افراد اینها باید جهاد کرد، در مقابل افکاری تبشیری و صهیونیستی از اینها باید جهاد کرد و همچنان در وقت نیاز به جان و مال و به آنچه که داریم باید ما در مقابل این یهودی ها ایستاد شویم و در فرق اینها بکوبیم و این را باید درک بکنیم که مجاهدی که برای اعلای کلمت الله حرکت میکند او را الله یا شهادت میده یا غنیمت برش میده. خواهر مریم از کابل سوالشان این هست که فرزندان خود را چگونه تربیت کنیم. دقیقا تربیت فرزند در بخش اول به گردن مادران هست. مادر باید، قبلا هم خدمتتان اشاره کردم خواهر، که مادران ما باید فرزندان مجاهد تربیت بکنند، فرزندانی که دین بدانند. این فرزند از آوان طفولیتش اسلام برای تربیت فرزندی متدین، مجاهد، مبارز، نشیط و فعال ازدواج کننده را مکلفیت برش داده است که برای نطفه خود، برای سالم ماندن فرزندان آینده خود جای را به کسی را به همسری و به زوجه بودن برای خودت انتخاب بکن که مسلمان باشد، با ایمان باشد،
با عفت باشد، با عزت باشد، به خاطر این که فردا فرزندی با ایمان برات تربیت میکند، فرزندی مجاهد برات تربیت میکند، فرزندی نشیط و فعال و مطیع و فرمانبردار قرآن و سنت و شریعت اسلامی برات تربیت میکند. تربیت فرزند به گردن مادرش است. این پدرای بیچاره از وقت نماز فجر تا به خفتن بیرون به خاطر کسب کردن یک لقمه نان حلال بیرون میبرایند. اون مادر هست که در طول روز با فرزندی تو زندگی میکند. پس فرزندی با اخلاق، فرزندی که نمازخوان باشد، فرزندی که با احکامات جهاد قرآن سر و کار داشته باشد، فرزندی که حلال و حرام را تفکیک بکند، فرزندی که اخلاقش دیگران را شیفته خود بگرداند، متأثر بسازد، دیگران از اخلاق فرزندت متأثر شوند، حالا یا دختر است یا پسر. فرزندی که فردا گروه های مجاهدین را مدیریت بکند و نسل بعدی به شیردی از او رحمت بفرستند و دعای خیر بکنند. این گونه فرزند تربیت بکنید. اکثر مردم ما در همین گذشته هم و یا حال هم چشم برای این هستند که شاید یک بار دیگر باز این سازمانهای کثیف و ملعون یهودیت و صهیونیستی و لادینیت دنیا به افغانستان برگردن و ما باز دختر خود به حیا و به حجاب به حکم اینها بچرخانیم، فرزند خود به اونمو لادینیت و ناروایی پیش ببریم. این فکرهای باطل هستند. یادتان باشد هر کاری که خودتان میکنین، هر کاری که در مملکتتان آرزو دارین، با اتحاد و اخوت و یکدیگر پذیری باید خودی مسلمان ها پیش ببرند، نه اینکه 4 تا یهودی که اون دو دنیا یهود بر یزوا نماینده خاصی فلانی در امور افغانستان چیکار هستی که نماینده هستی؟ وقتی که دولت هست، وقتی که قدرت هست، وقتی که حاکمیت نظام هست، وقتی که یک ملت لاف و پتاق شعاری آزادی میته و هیچ نیازی به نماینده یهودیت نداره. اگر نیازی ارتباط از لحاظ اقتصادی و سیاسی به ممالک اسلامی و غیر اسلامی بود، خودی دولت با دولت کشور دیگر تماس میگیرد. این معنا را نداره که یک جاسوس یک یهودی را مسئول امور یک مملکت انتخاب میکنن یهودی ها. این جای شرم است به ممالک اسلامی و به او سردمدارانی که لاف از قدرت و لاف از زور و استحکامیت و خلافت روی زمین را میزنند که ما دست داریم. اکثریتی از یارا که ببینی همه امو تو چشم برای ای هستند که امریکای لعین چی دستور میده. امروز جهاد فلسطین باید از همه اطراف اکناف دنیا سیلاب انسانیت به ممالک عربی را باید هجوم ببره و آماده باشند که ما در مقابل یهود به جان و مالمان ایستاده هستیم. اما متاسفانه با اکثر مردم خبی خود ملت ها گرفتن. خواهر پریسا از بلخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر به برنامه پاسخ نور خوش آمدین. سوالتون را بکنین. سلامت بخیر باشین. گفتم در تشنا باشه، مثلا هم کمود باشن، دستشو باشه، وضو میشه یا نمیشه؟ معلومات میتون برتان از طریق برنامه بیننده باشین. سلامت بخیر باشین. پس این گونه فرزندی متدین با خدا، با ایمان، خدا ترس فرزندی را خواهر تربیت بکن که او پدر و مادر ترس نباشد، او خدا ترس باشد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. از خدا بترسین اهل ایمان. پس تو فرزندی با ایمان تربیت کردی، ان شاء الله که او خدا ترس می باشه، او با ایمان می باشه، او مجاهد می باشه، او مبارز می باشه و در وقت و در صورت نیاز به فرق یهودی ان شاء الله که میکوبه با آنچه که در دست دارد. خواهر پریسا از بلخ سوالشان این هست،
در تشنابی که هم کمود باشد و هم جای وضو کردن وضو میشه؟ بله وضو میشه، هیچ مشکل نداره انشاءالله. کمودی امروزی و ساحه‌ای که اونجا وضو صورت میگیرد، اکثر تشنابا حالا در این شرایط یا کاشی دارن یا اورو دارن که آب بیرون میرود، آب دن نمیشود. پس در صورتی که در تشنابی که کمود هست اونجا جای وضو کردن هم هست، در جای وضو کردن آب نجاست توقف بکنه که خطری بی وضو شدن و ناپاک شدن لباس و جسد و وجود انسان باشد، باز در اون صورت اونجا وضو کردن درست نیست. اما در صورت عادی که آب در نل میره و اونجا آب دند نمیشه و حوض نمیشه و جمع نمیشه و تجمع آب وجود ندارد، اونجا چوکیه که ماندگی هست در بالای از او انسان میشیند یا اینکه عادی وضو میگیرد، کمود مترفع هست، بله وضو درست است، در وضوی شما هیچ مشکل انشاءالله اینجا نیست و جای شک و شبهه هم در این مورد وجود ندارد. آرام وضو بکنین و نمازتان را بخوانین. الله تبارک و تعالی به ما و شما اجر نصیب بکنه. مجاهد یادت باشد که الله تو را فراموش نمی کند. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که اون امپراتورهای زمان در مقابل امام الانبیا صف بستند، به هزاران نیروی خود را تا به دندان مسلح صفوف جنگ را آماده ساختند، اصحاب پیامبر نترسیدند، شعار این را دادند: نحن الذین بایعوا محمدا، ما کسانی هستیم که به پیامبر صلی الله علیه و سلم، به محمد صلی الله علیه و سلم بیعت کردیم. بیعت به چی؟ علی الجهاد ما بقینا ابدا، تا که هستیم به جهاد بیعت کردیم که جان و مال و زندگیمان در راه الله فدای اسلام، فدای دستور قرآن. این گونه صحابه بودن. دوستای عزیز حالا وقفه داریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم، با ما باشیم. خب دوستای عزیز دوباره خوش آمدین به برنامه پاسخ نور و عنوان امروزی برنامه پاسخ نور: فضیلت جهاد در اسلام. مجاهد الله ما چی فضیلت برش بیان بکنیم؟ شما چی فضیلت برش بیان بکنین؟ خالق یکتا از عرش برین در حق مجاهد مقام و ویژگی و مرتبه و جایگاه مجاهد الله از آسمان بیان کرده است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه. الله مجاهد به او کسی که نشسته است از صف و از قطار جهاد بیرون است، الله برای از او مقام داده است، درجه داده است، جایگاه داده است. این مجاهد زمانی که در راه الله می براید به خاطر اعلای کلمت الله، نه به خاطر هوا و هوس دنیا، نه به خاطر مال و ثروت دنیا، نه به خاطر شهرت و منصب دنیا، بلکه به خاطر اعلای کلمت الله وقتی که میبراید احد الحسنیین قرآن برش اعلان میکند. این فضیلت مجاهد است. میگه یا جهاد میکند و شهید میشود، مهمان خالق میشود، فردای قیامت همه اهل و عیال خود را شفاعت میکند و بلندترین جایگاهی بهشت الله از آن شهدا اعلان کرده است. ما زمانی که در نماز ایستاد میشویم و از خالقمان هدایتی به حساب موفقیت حرکت در راه راست میخواهیم، اهدینا الصراط المستقیم در نمازهای خود میخوانیم: خالق ما را به راه راست هدایت بکن، اهدینا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت بکن. صراط المستقیم راه آنانی که انعمت علیهم، انعام کردی بر آنها. یکی از جمله منعم علیهم یعنی کسانی که انعام و احسان الله بالای آنها هست، همین شهدا هستند. انعمت علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. الله شهادتی، الله رفاقتی شهدا را نصیب من و شما بگرداند. زمانی که ما به راه راست بریم، همین راه راست ما را از راه های شیطانی
دور می سازد. زمانی که ما تابعدار کتاب خدا باشیم، تابعدار سنت رسول الله باشیم، تابعدار احکامات شریعت اسلامی و فقه اسلامی باشیم، پس خداوند این مسیر رفتن برای ما آسان میکنه. پیامبر علیه السلام یک خط را تو سیده کش کردن، گفتن هذا صراط مستقیم، راهی راست است. از اطرافش راه خطاهای دیگر کش گفت یا راه شیطانی هستند. پس موفقیت از راهی کسی، از آنی کسی است که در راه مستقیم میره، فردای قیامت رفاقتی مجاهدین الله برش نصیب میکنه. خواهر شفیقه از بدخشان سوالشان این است که شوهرم با کسی ارتباط دارد و به من دروغ میگوید، مشوره بدهید که چی کار کنم. سبحان الله، ارتباطی شوهرتان خواهر عزیز با کسی دیگر به چی اساس هست؟ اگر ارتباط به این هست که میخواهد ازدواج بکند با کسی، اگر هدفش ازدواج کردن دیگر هست، ارتباط با فامیلی از او، با خودی از او در حد مشروع و معقول میتونه داشته باشه و ازدواج بکند. اما اگر هدف نفس چرانی باشد، شهوترانی باشد، ارتباط نامشروع باشد، هدف ازدواج و نکاح نباشد، باز این در حکم مقدمات زنا حساب می شود و رب ذوالجلال این را فحشای اعلان کرده است، این را گناه اعلان کرده است. این ناروایی هست، گناه هست، معصیت هست. به شوهرتان شما مشوره بدهین خواهر من که اکثر مردهایی که ارتباط نامشروع قایم میکنن، خواهری من، این را باید ما بدانیم. چرا؟ اگر هدف در ارتباط نامشروع کدام کمی و کاستی در همسر هست، همسر باید متوجه این قضایا هم هست که شوهرم ارتباط داره به یک کسی دیگر، کمی و کاستی هست، باید اون کمی و کاستی را جلوش گرفت، او را پوره کرد و به شوهر باید نصیحت بکنین، بری از او کلمات خیر ارائه بکنین، امر به معروف بکنین، او را از اون کار دستش بگیرین، بازش بدارین. انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم یا مظلوم هر چی که بود، شما برادرتان را، برادر مسلمان گواد به انسان یک مسلمان شوهرش هم هسته، ظالم هست که ناروایی میکنه، ارتباط نامشروع به خاطر هوا و هوسی با نفسانی دروازه جهنم بر رویش باز میکنه. شما جلوش بگیرین. اگر جلوش شما گرفته نتونستین، این موضوع را به اعضای خانواده در جریان بگذارین. البته به هیچ وجه ارتباط نامشروع از نظر اسلام به خاطر در صورتی که داشتن ارتباط واقعا به اساس یک فکره معقول ازدواج کردن باشه، به حد شناخت در اسلام اجازه هست. اما در غیری از او برای هوا و هوسرانی، برای راضی ساختن شیطان، دروازه های شیطنت باز کردن، به فحشا و به زنا دست دراز کردن، این دروازه جهنم برای انسان باز میکنه و این قرض هست. یادتان باشد که از این باید جلوگیری صورت بگیرد. خواهر زینب از کندوز سوالشان این هست که هرچی دعا میکنم دعایم قبول نمی شود، چی کار کنم که قبول شود؟ این نکته، این گونه سوال کردن یا این گونه یک فکره را داشتن خواهر من نادرست است. هیچ امکان ندارد که تو خواهر مسلمانی من، تو مادر مسلمانی من، تو برادر عزیزی من، تو پدر بزرگواری من به دربار الله دعا بکنی، از الله بخوایی و الله دعات قبول نکنه. هیچ امکان نداره. دعایت حتما خواهر قبول شده است. اما یک نکته را متوجه باش که در مورد پذیرش دعا سه توجیه هست، سه نظری از علما هست، سه تجربه هست. یک، همون لحظه دعا بکن، الله در همون لحظه نتیجه دعا تا برات نشان میده. یک صورتش همین است. گاه شما در زندگیتون این گونه قضایا را دیدین که از الله خواستی که الله همین کار شود، همون لحظه دیدی که همون کار شده است. یک حالت. حالت دومی
یعنی پذیرفتن دعای شما به دربار الله خواهر من این هست که شما دعا میکنین نتیجهش آنها نمیبینین. در نتیجه دعا از شما الله تعالی بسیار مصائب و مصیبت ها را دور کرده است. در نتیجه همین دعایی کردی شما ببینین گاهی انسان در یک دکه اشترینگ موتر زندگی حیات خود باشه نفر دیگر نجات میده. همون دعایی است که کردی وگرنه اونجا خوردی و مردی دیگه قصه تمام هست، دیگه زنده نیستی در دنیا، زنده جان نیستی تو. اما به یک دکه اشترینگ موتر زندگی و حیات باقی میمانه. این نتیجه همون دعایی کردگی هست. گاه دیگر حالت سوم خواهری من شما دعا کردین بله در دنیا آنن یا پسانتر نتیجهش ندیدین، اما این نتیجه دعای کردگیت را در روز قیامت الله برات نصیب میکند. الدعاء هو العباده، دعا عین عبادت هست و الله دستور داده است خواهری من ادعونی استجیب لکم، از من بخواهید استجابت میکنم، قبول میکنم، دعایتان را میپذیرم. این گفته الله هست، این دستوری الله هست. الله دروغ نمیگوید عیاذ بالله که اونجا گفته بخواین ما قبول میکنم، میپذیرم، استجابت میکنم، او طرف به دعای ما و شما را قبول نکنه. هرگز این ویژه این صفتی الله نیست و در پروردگار این چیز نمی باشه. در حدیث آمده است که الله با حیا است، حی کریم. از این حیایش می آید که بنده مسلمان دست خود به دربار الله بالا بکند، حاجت خود بخواه، صحت بخواه، اولاد بخواه، پیروزی و نصرت بخواهد، نصرت مجاهدین فلسطین بخواهد و الله دست تو را خالی برگردانه. الله این کار نمی کند. برادر عزیز ما غلام رسول از تخار سوالشانی هست که میخواهم صدقه کنم ولی وسوسه دارم به چی کسی صدقه بدهم. برادر عزیزی ما الله تعالی شما را اجر و پاداش نصیب بکنه به این که شما میخواهین همون ویژگی مسلمان ها را احیا بکنین، زنده بکنین که قرآن گفته است. الله میگه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله ذوالجلال می فرماید که مسلمان و مؤمن واقعی او کسی است که از آنچه که برشان روزی دادیم انفاق میکنن در راه الله، صدقه میکنن، خیرات میکنن. این ویژگی یک مسلمان است. الذين ينفقون اموالهم، مسلمانا، مؤمنا، بندگان واقعی الله اونهایی هستند که در شب و روز، در خوشی و خفگی، در داشتن و نداشتن مال خود در راه الله انفاق میکنن، خرج میکنن. الله شما را اجر بده به این که در فکر صدقه کردن هستین. باقی من جزی دومی سوالتان که وسوسه دارم که به چی کسی صدقه بدهم. برادر عزیزی من وسوسه داشتن کدام دردی تو را دوا نمیکند. مرجع صدقه مشخص هست، معین هست. انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقه را به فقیر بده، به مسکین بده، به غریب بده، به بیوه بده، به یتیم بده، به هر او کسی که میفهمی امروز در افغانستان پیدا کردن غریب و غربا و محل صدقه دادن بسیار آسان است. اگر صدقه جاریه میکنین دوستی عزیزی من، مسجدی را آباد بکنین، چای آب شما یک چای آب بکنین که مردم از او عام شاه و گدا استفاده بکنن، یک سرک عمومی را اسفالت بکنین، پخته بسازین، یک پولچه را آباد بکنین که مسلمان ها از او عبور و مرور بکنن، مسجد را تمویل بکنین که اونجا حلقات قرآنی زنده باشه، درس فقه زنده باشه، درس حدیث زنده باشه، با استادای از او معاش تعیین بکنین، اونجا خودتان مدیریت بکنین، یک عالم مسئولیت برش بسپارین. راههای صدقه کردن فراوان هست در صورتی که
اهل ثروت و سرمایه به این ویژگی که خدا برشان اعلان کرده است عمل بکنن و آخرت خود را مد نظر داشته باشند و به این باورمند باشند که فردای قیامت در مورد این پول و پیسه و ثروت و دارایی ما به پیش الله به دربار پروردگار یکتا ما مورد مؤاخذه و سوال و جواب قرار میگیریم. پس باید صدقه بکنن و زکات خود پرداخت بکنن، صدقه های جاریه بکنن، صدقات نفلی و اضافی بکنن تا اینکه به اون ویژگی واقعی اسلامی و مسلمانی عمل کرده باشند. پس دوستای عزیز، این موضوع جهادی که قبل از وقفه هم خدمتتان شعر خواندم که صحابای پیامبر صلی الله علیه و سلم برای جان دادن و برای ایثار و فداکاری به پیامبر بیعت کردن. به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه اعلای کلمت الله را به دست بیارن، به خاطر اینکه قانون الله را در روی زمین پیاده بسازن که الحمدلله او را پیاده هم ساختن با قیمت خون خود، با قیمت وقت خود، با قیمت جان خود. اونها قانون الله را در همه اطراف و اکناف دنیا رساندن. خواهر شمسیه از بغلان سوالشان این هست که با کسی که دوست دارم ازدواج کنم خانواده مخالفت میکنن و با کسی دیگری که دوست ندارم میخواهند که با او مربوطن. خواهر عزیز در مورد ازدواج امو ازدواج کننده میکنن. بله گپتان دقیق است. متاسفانه در قرا و قصبات افغانستان مملکت ما صاحب البیت ادرا بما فیه، آنچه که در این مملکت است از قضایا و عرف و عنعنه و عادات مردم آگاهی داریم. دختر خودش نمیخواه یک تا بگیره، یا از رنگی از او خوشش نآمده است، یا از شکلش خوشش نآمده است، یا از ویژگی ها و صفاتش خوشش نآمده، یا از خانوادهش خوشش نمیآید. اونجا پدر و برادر و ماما و کاکا و اعضای خانواده پا را بند میکنن که اگر نکردی خود میکنیم. پدری عزیزی مال تو خوشویی نمیکنی. برادری عزیز و گلی ما به فکری پیسه گرفتن، به فکری مثلا به آدرس جایگاهی در شرایط فعلی دختر دادن و اکثریتشون به فکر جایگاه و منصب احمد و محمود به این افکار این کار به زور نکن که به ازدواج دادن اجباری یک خانم، یک دختر خانم در شریعت به اجماع فقهای اسلامی که در رأس آنها امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، نکاح جبری را جواز نمیته و روا نمیدانه. نکاح جبری نتیجهش خرابی دو تا جوان است، نتیجهش به میان آمدن دشمنی هست، عداوت است، بغض و کینه‌توزی است. بناهن همون مبحث خواستگاری که در اسلام هست قبل از نکاح، او به خاطر همین است که دو تا جوان وقتی که خانواده پسر به خواستگاری دختر می روند، اونجا در همین مرحله خواستگاری این دو جوانی که میخواهند با هم ازدواج بکنن باید یک دیگر را ببینن، باید از عادات یک دیگر خبر شوند، باید از کیفیت کفو بودن یک دیگر آگاهی حاصل بکنن، خو خیال و وضعیت اقتصادی و به حساب عرفی و عنعنه‌ای خانوادگی و شخصی نفر هر دوی اینها بشناسن. بعد فکر بکنن که آیا ما دو کس با هم زندگی خود به توافق پیش برده می توانیم. باز خانواده ها با حضور اولیای دو تا خانواده عقد نکاح صورت می گیرد، اینها زندگی پربرکت خود را آغاز می کنند. اما در صورتی که در این مرحله خواستگاری و نامزادی دو تا با هم خوب خیال یک دیگر را بشناسند والله که با ما با یکی با دیگر توافق کرده نمیتونیم، پس این مرحله خواستگاری یک مرحله وعده به نکاح است. این نکاح نیست.
در اکثر موارد متاسفانه علمای بزرگوار که من میبینم شله هستن که نکای شرعی در این مرحله خواستگاری بسته شود. نه، مرحله خواستگاری مرحله شناختن یکی دیگر است. اینجا نکا بسته نکن، بگذار که اینها این مرحله را سپری بکنن، خانواده ها یکی دیگر را بشناسن. این مرحله در حد عادی باید گرفته شود. بعد که توافق کردن باز عقد نکاح صورت بگیره، زندگی خود به خوشی و خرسندی دوام بتن. بنابراین شما خواهر خودتان میتونن که قناعت خانواده تان را حاصل بکنین، بگیرین. اگر شما مثلا دستور شریعت همین است که زن اگر بیوه هست میخواهد ازدواج بکند، خودش به الفاظ خودش باید به صراحتا بگوید که بله با فلانی ازدواج میکنم یا نمیکنم. دختر جوان را در مورد پیامبر علیه السلام فرمودند که و اذنها سماتها، اگر خاموش ایستاد، پدر پرسانش میکنه، برادرش پرسانش میکنه، مادرش پرسانش میکنه. اگر دلش بود خاموش است، یا حالا دخترای قرن 21 به این خاموشی هم نه، اونا از هر کسی دیگر که خودشان پیش از پیش کارایشون جور میکنن. متاسفانه البته حیا باشه و بسیار خانواده های نجیب و شریف، البته اگر دلش بود باز خاموش می باشه یا میگوید که بله دلم هست. اگر دلش نبود، در صورتی که دختر علنی و به صراحت به خانواده بگوید که به این نفری که شما میگین من به ازدواج نمی کنم، در اون صورت باز هیچ یکی از اعضای خانواده حق نکاح جبری را بالای شما خواهر ندارن، بالای خواهرای دیگری ما هم ندارن. انتخاب همسر این به رضایت خود دختر و خود خانم هست که به هر کسی ازدواج میکنه و به هر کسی که رضایتش هست. اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه. نصیحتی ما به خواهرها معمولا اکثر اوقات همین است که شما وقتی که ازدواج میکنین از جوانها و از او کسانی که اهل دین و ایمان و تقوا و دیانت و خدا ترسی را با خود دارن، او را با خود بگیرین، چون خدا ترس ها هیچگاه خارتان نمی کنن. انسان هایی که از خدا بترسن، دیندار باشن، مسلمان باشن، همراه اونها در زندگیتان باز به مشکل سردچار نمی شوید. اما اگر هدفتان ثروت و هوا و هوسرانی و منکرات بود، باز در اون صورت خواهد دیدین که در آینده زندگی با چقدر جنجال های زندگی و عمر شما سردچار بودین. باز هم خیر و برکت ازدواج هم حاصل نمی کنین. باز خواهد یک مادری بودی، یک کسی بودی که شوهرت، فرزندت، اقاربت، جانب مقابلت از تو خواستی تدین و تقوا و دیانت میکنه، تو میگی نه مطابق هوا و هوس نفسی شیطانی و اماره بیسو ما زندگی خود باید سپری بکنم. الله تبارک و تعالی نجات بده و حفاظت بکنه اکثر ما و شما را، تا اینکه ما زندگی خودم مطابق شریعت پیش ببریم و خواهر ما هم باید قناعت خانواده خود حاصل بکنه به شکلی ماهرانه و به شکل بسیار درست، و خانواده هم باید از الله بترسن و کاری را نکنن که کسی که ازدواج میکند یک عمر در هم و غم و درد و رنج زندگی بکند. جزاکم الله خیر. مجاهد جایگاه و مقامش به دربار الله بسیار بلند است. پروردگار می فرماید که الله مجاهدین به انسانهای قاید و بازنشسته درجه و مقام قائل شده برشان، و می فرماید در جای دیگر ولینصرن الله من ینصره. الله خامخا ضرورا حتما کمک میکند کسانی را که اونها کمک دینی الله را میکنند، کسانی را که شبها و روزها را سنگرداری میکنند، وقت خدا، جان خدا، مال خدا، زندگی خدا در رباط و سنگرداری و شب زنده‌داری از خاطر ناموس مسلمان ها، از خاطر عفت و عزت مسلمان ها سپری میکنند. الله اونا را خامخا کمک میکند. کمک الله قبلا هم خدمتتان شریک ساختم که دو قسم کمک از دو قسم پاداش برای مجاهد است. درجه مجاهد یا شهادت است که از این که درجه بلندتر در بشریت در اسلام وجود ندارد. مقام بلندی بهشت از آن شهید در راه الله است. بلندترین مقام و عزت و جایگاه ویژه و VIP در اون دنیا
از آن او کسی است که با جان و مال خود در راه الله جهاد کرده است و در فرق یهودی کوبیده است. یهودی که به خواهر تو تجاوز میکند، به مادری تو تجاوز میکند، به مال و دارایی و ثروت و حریم تو تجاوز میکند، ما بنازم او دستی را که در پیشانی از او میکوبه، او مشتی که به صورتی هر آنچه که در دست داری در دهانی از او میزنی، تاریخ نامی تو را فراموش نمیکنه مجاهد. تاریخ از تو به نام فرزندی صادق و دلیر یاد میکند، ولو که دیگرها هرچی که میگویند. اینجا اراده های ضعیف، انسان های پژمرده و یک تعداد کسانی که در عیش و نوش دنیوی مصروف هستند، جهادی مجاهدینی بر حق را در هر وقت و زمان یک نامی را برش میتن و کج فیگر میکنن. یادتان باشد که به پیش الله مسئولیت دارین و جواب دادنی هستین که در مورد جهادی بر حق مجاهدین در هر وقت و زمانی که بود است فکر غلط را نکنین. امروز مجاهدین فلسطین جان خدا از دست میدهند، خانواده و همه دار و ندار خدا از دست دادن در موردی از او. باز هم تو فکره شک و شبهه میکنی و پیش الله چی جواب خواهد دادی؟ صحابه با جان و مال خود بیعت کردند و پیامبر دست بیعت دادن علی الجهاد ما بقینا ابدا. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا که هستیم جهاد میکنیم و به این معتقد هستیم که و ذروت سنامه الجهاد فی سبیل الله. عزت اسلام، عزت مسلمان، کوهانی بلند اسلام و مسلمان جهاد در راه الله است. از ترس مجاهد به ناموس مسلمان یهودی چپ نگاه کردن نمیتونه، از ترس این که اگر به ناموس اینها چشم درازی کردم، دست درازی کردم، مجاهد در فرق سری من میزنه و کتابشان به اینها دستور داده است که وقاتلوهم، این یهودی های لعینه بکشیدشان. متجاوزین حربی اینها را هیچگاه لحاظ نکنید، در فرق سرشان بزنید یا را بکشین. و فی نامی او تعداد شهدای گلگون کفن که در هر تاریخ، در هر وقتی که از دوران عبدالرحمن ابن سمره که اون صحابی جلیل القدر رسول الله که قبرشان در شهدای صالحین کابل حالا دفن هستند، از جهادی اونها تا به امروز هر مجاهدی که در فرق سری یهودی و نصرانی و لایک بیدین و کمونیست احمد و محمود زد، و کسی که دین میخواست چراغ دین گل بکند، او کسی که میخواست دستور زمینه تطبیق شریعت از مملکت اسلامی دور بکند و او را دوست نداشت، در فرق سری از او زد و شهید شد. اوش که شهید شد است انشاءالله عزتمندانه به پیشگاه پروردگار زندگی میکند و او که هست ما به صحتمندی و به غیرت و قوتش سلام تقدیم میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند الجهاد ماضٍ الی یوم القیامه، جهاد تا روز قیامت دوام دارد. مجاهد به هر شکلی که هست، جهادی قولی، جهادی قلمی، جهادی فکری، جهادی مسلحانه که امروز در فلسطین، امروز در هر جایی که نیاز شود، جهادی مسلحانه به جان و مال و آنچه که در دست و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، آنچه که دارین تیار باشین، آماده باشین که در فرق سرشان بکوبین. و اینها تا که مجاهد است انشاءالله ذلیل هستند، در اون دنیا که ذلیل و خوار هستند، در این دنیا هم انشاءالله پیروزی از آنی مجاهدینی بر حق امت اسلامی هست. الله تبارک و تعالی همه ما و شما را صحت و سلامت داشته باشد تا وقتی بعدی و همچنان مجاهدینی بر حق فلسطین خداوند پروردگار پیروز داشته باشد، دشمنشان را نابود بکند. تا وقتی بعدی و برنامه بعدی همه شما را به الله یکتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.